چطورید؟ موسی قلقلی هم اومدیم با یه ویدیو دیگه از گیمی که انقدر معروف شده دیگه. مردم گیم یوتیوب ترکوندال من یه داره بازی کردم آنلاینه. خب این چی برام میاد؟ خوبه نه به تو توضیح بدم چی هست. خب قرمزا پرن، اینایی که قهوه‌ای طورن خالیان. خب الان ببینم سانی برسی. ببین این دستگیره چون میگفتم، ببین دستبنده دوران نمیتونه کار بکنه. چاقو دو تیره میزنه اگه پر باشه، یعنی دو تا جونشو کم میکنه. اون دوتا هم که جون خودت و جون تعریف 5 جون داری. بعد این ذره بینه اگه میزنی میشکنیش، بعد میبینی توش اگه قرمز بود که تیر پره، اگه آبی بود آبی تور بود یا همون قهوه‌ای تور بود چیزه چجوری بگم خالیه. این انرژی دیرن که من نمیدونم چیه. خب من میگم اول این یارو رو دستگیری بکنیم، بگی بزنیم تو حلقش. بعد این بازی شانس دیگه، روسی طوره. خب نمیتونم هیچ کار بکنم، قیافه نحسی هم داره. همین به خودم بزنم، دیدی گفتم. خب من میگم الان اینو بزنم. بعد مثلا اینو میزنی ممکن مثلا توش نباشه، از من الان زدم توش بود. خب الان دیگه مثلا یه دستبندش باز میشه دیگه، کار میتونه بکنه. خب دستبند زد منو بدبختو. سیبم خب سیب جونو تو پر میکنه. ای چه صافه. نکن حداقل بذار انرژی دیریک بخورم. بمیر. وای بمیر دیگه، این دفعه بمیر و مرد. خب دستبند رو منو باز کنید. خب انرژی دیریک بخورید. به به نامولینا. آها انرژی دیریک که تیر بزنه این بار. خب اینا واسه ما اومد. وای از ذره بینه هیچ کاری نکردم. اوه البته نمیدونم، فکر کنم مثلا 5 تاش خالیه، من چون زیاد بازی نکردم. خب جونش 2 تاست خدا رو شکر. خب من اینو به خودم بزنم اول بار، خدا رو شکر. خب حالا اینو میزنیم. وای چی بدبخت شدم. اصلا لایک و ساب تا این کارشو میکنه، لایک و ساب فراموش نشه دیگه. همین لایک و ساب هم فراموش نشه. جونش چقدر رفت بالا. وای نزن خدا رو شکر. فشار بخور. خب من میگم بزنم دیگه. یا علی زدم جلش دادم. نزن این کارو نکن. سیب بغولی. به به سیب خوشمزه است. بزن. وای
خب ببینیم چی برام میاد. ذره بین سیب. خب خوبه. همین که ذره خالی هم ذره بینه رو براتون بیارم. خب 5 تا پره 3 تا خالی. خب ذره بین رو زد چی کن. خب وای. خب خالیه که هم چی کار میکنه. دیدی گفتم قهوه یا خالی هم تمام من بردم. او به 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 95 امتیاز. خب چیکار میکنم؟ اوکی ایتیزی مسابقه بودی. خب بریم برای ما چی میاد. خب دستی خوبه بازم خوبه. خب 4 تا پر 4 تا خالی. ببین ریسکش خیلی زیاده دیگه. همین که ما ذره بین داریم خیلی خوبه. بریم اول دستگیر کنیم. بعد حاجی من میگم مثلا توش ذره بینه رو بزنم توش خالی باشه ذره بینه رو حروم کرده باشم. حالا خوب بود. بازم که نمیتونی. برای یارو فشار میخوره. ای حاجی اصلا به اینجا فکر نکردم. او دستگیرش رو باز کرد سیبش رو خورد. سیبت هم بخور. وای بابا همه چی. وای اگر چاقوها رو بزنه بدبختم. وای چاقوها رو وای فیشال بخول. خب من میام ولی سیب بخوریم. ولی من 2 ساعت طول کشید سیب بخوره. لیدیم. وای بعدیش پره. وای بعدیش پره. بزن دیگه. تهنگ ماهی صاف کردی. آقا این دست من براتون چیز میزنم. ذره بینه رو میزنم. 4 تا خالی 4 تا پر. مثل دست قبله. خب ذره بینه شکست. خب بزنم یه چیز نکرم میشه دیگه. خب بمیر. داره فشار میخوره یارو. خب قهوه بمیر. ای وای حاجی ببین بدبختم. وای الان فکر مثلا هر 4 تاش سیب بیاد براش من بدبخت میشم که. خب یه دونه سیب بود فقط براش. 3 تا خالی 5 تا پر. سیبو که الان قطعا میخوره. خب همین اول دستگیرش کنیم. خب بعد خودمون بریم یه سیب بخوریم. بعد
اینم بزنید. ببینیم تیره چه رنگیه. وای تیره قرمز بود. خب به خودت بزن. خب درسته. حالا اینو بزن. حالا بکوبون تو دهنه. نفره بعد لطفا. ایشون هم به چخ رفت. خواهش من میگم یه 13-12 دقیقه رکورد کنیم و دیگه راستی لایک و ساب فراموش نشود. وجی هوچی یورو همه چی داره. بدبختم. وای هیچی ندارم. مردم. خب لامصب به من هیچی ندادی. وای به من هیچی ندادی یارو. دستگیرم هم کرد. وای ذره بینه. خب همه استفاده کن دیگه. بزن دهن خود. آفرین پسر خوب. نزن. بسه دیگه. بابا تو چیر پوستمون. خب من نصف ران که فقط دستگیر بودم. به این توجه نمی کنم. او چیه اون وسط بندری میره. میره دیگه. حالا یه بارم که نوبت ما رسید خالیه. الان میزنه پره. و خیالم راحت شد. لب و لوچش طوری شد. وای همین سیبا خوبه. 3 تا پر. همینطور فقط تو دهن خودم میزنم. از 4 تا سیب بخورم. خالیه. معلومه خالیه. این همه خالی داشت. همینی پر میزنه تو دهن من. دیدی خالی بود. عجب آدمیه. وای بابا من ببین بمیرم و بمیر دیگه. نیم ساعت نمورده. دستمونو باز کنیم یا بخوریم. یک گاز بزن. خدا اینو بزن تو دهن خودم هاشو. بزن دیگه. راحت باش. ما هم اینجا بایستادیم شما رو داریم نگاه میکنیم. اصلا دقدقه نداشته باشه. الان اینه هیچی واسه ما نمیاد. هیچ چیز به درد بخوری به من نیومد. 3 تا پر. خب چرا همیشه باید این اول شروع کنه؟ عزیز تو با همون یه تیرم میزدی من تمام بود کنم ها. نمیخواست وسایل رو دارم کنی. ببین دفعه پیش با من یه کاری کردی یه بلای سرت بیارم. ببین جیرت میدم. من تا تو رو جیر ندم
نخواهیم جر خورد. خیلی منطقی. خب بمیر. ای وای نخور دیگه. تیراش تموم شد. وای تیره خالیش تموم شد. پراش خالی تموم شد. وای خب نه تیر خالی همش. بابا مگه نمیگه سه تا، مگه نمیگه سه تا چیزه، سه تا پره. یا بفرد این که باز ترسناکم شده زاره. پایین چیه؟ پارتی اون پایین به سقه رکورد کنیم دیگه آجی. تا اینجا اومدیم دیگه سقه رکورد نکنیم. ببین از دست من بدتر وجود نداره تو این زندگی. 4 تا. خب خوبه مساویه دیگه. ریکس پذیریه. ریکس. خب ببین اول این حضرت آقا رو دستگیر نگونی. خب اینو میچپونی تو حلق خودت و انقدر بد شانسی که توش پره. باز هم میچپونی تو دهن خودت و باز هم پره. آقا من به خدا لفت میدم از تو این بازی. نزن. سردرد گرفتم به خدا. سردرد گرفتم. بابا لامصب کل دست خودت برداشتی. به خدا اگه بزنی تو دهن خودت پر باشه. وای چقدر من حال میکنم. الان میزنم تو دهن ما رو صاف میکنم. حالا تا میدونی دستمون رو وا کنیم چیز میاد پایین. سبده میاد پایین. ببین چقدر من بد شانسم. سیب بخور اول یه دونه. چون جونم یه ذره پر شه. این ممکن آجی ها ممکن پر باشه. بابا من به این که میرسه 200 خالی ها. به من که میرسه یه دونه‌ش هم خالی نیست. من اول شروع کنم دیگه. 5 تا پر دیگه بقیه‌شون خالی دیگه. 3 تا خالی. خب ببین دیگه این دفعه ریکس پذیری نداره دیگه. فقط باید بزنیم. غیر قهوه. وای مردم. بذار سیب بخورم. خب سیب خوردم. بسه بریم اینم بدیم بهش. برای خودو دستگیر کن. بابا الان میزنم تو دهن خودم. الان دوباره پره. بیا الان میزنیم خالیه. تو رو خدا بمیر. بابا قطع کنید این عفونت تو رو خدا. چقدر رکورد میکنیم.
آقا پارت بعدی دیگه من میگم بقیه‌اش. در پارت بعدی خواهیم دید که آیا موسی قلقلی میبره که میباخت. خب آقا یادتون نره استاپ کنید، لایک هم فراموش نشه، سابسکرایب، کامنت. گودبای.